أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به برنامه رمضانی که از سخنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما پیشکش میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: یا معشر النساء تصدقنا و اکثرنا الاستغفار. پیامبر میگویند ای گروهی زنها، شما بسیار صدقه بکنید و بسیار استغفار بکنید و از الله طلب آمرزش گناهتان را بکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم زنها را چنین گفتند: فانی رأیتکن اکثر اهل النار. من گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدم که در جهنم بسیاری از آنها زنها بودند. سپس یک زنی از جایش بلند شد، گفت: برای چی ما اکثر زنها از در جهنم هستند، از دوزخی هستند؟ سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: برای آنکه زنها بسیار لعنت میکنند و غیبت و بسیار گناهی که خبرکشی این چیزها رو میکنند و تکفرن العشیر و نیکی های شوهر را نادیده میگیرند. وقتی که زن و شوهر به یک دیگر تلاش کرد، میگوید که زن من از تو یگان خیر ندیدم، در حالی که خیر بسیاری دیده است. تکفر نه معنایش میگه کفران نعمت میکند به شوهرش. بنابراین باید استغفار بکند، اطاعت شوهرش رو بکند. و ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذی لب منکن. سپس پیامبر گفتند: من ندیدم مثل زنهایی که عقلشان، یعنی عقل زنها ناقص است. برای چی ناقص است؟ یعنی شهادتی گواهی زن در برابر مرد، یعنی برای شاهدی باید دو زن گواهی دهد. این مقابل یک مرد می باشد. گواهی یک مرد برابر گواهی دو زن می باشد. برای این وقتی که به یک چیز زن گواهی می دهد، یک زن کفایه نمی کند، بلکه دو گواهی دو زن برابر یک مرد می باشد. برای همین این نقصان عقلش می باشد. و سپس پیامبر گفتند که و نقصان دین چگونه است؟ در دین نقصانشان است. و اما نقصان العقل فشهادة الامرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که گواهی دو زن برابر یک مرد می باشد. و نقصان دین گفتند در ماه رمضان در حالت بیماری ماهانه روزه نمی گیرد. این نقصان دینش می باشد. بنابراین برنامه رمضانی که ما باید این مقطع حدیث رو بگوییم، نقصان دینی که زنها دارند در ماه رمضان اگر بیماری ماهانه شدند روزه نمی گیرند. اما زنها دوایی که در امروز مثلا دوایی وجود دارد که با استعمال کردن آن، با خوردن آن، از یعنی یک ماه یعنی حیض نمی شوند، بیمار نمی شوند. آیا این دارو را خوردنش اجازت است برای اینکه در ماه رمضان بیماری ماهانه نشوند؟ اول اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الله برای زنها این بیماری شدن را
برای دخترهای آدم علیه السلام نوشته است. باید زن با این الله با این که بر سر زنها چنان بیماری را مقدر کرده است، باید از جانب الله داند و این داروها را استعمال نکند، بهتر است. اما با خوردن این دارو البته که وقتی که بیماری ماهانه نمی آید، البته این دارو ضرر می کند. دوم این ضررش این است که اگرچنده که او مثلا بیمار نمیشه، بیماری در یک ماه رمضان بیمار نمیشود، اما ضرر می کند این دارو. بنابراین پیامبر میگوید که لا ضرر ولا ضرار، نباید انسان بر خودش ضرر بکند و دیگری ضرر بکند. اما اگر این زن رود به پیش یک زنی طبیب که این دارو ضرر نمی کند به او، در این وقت استعمال کند باکی ندارد. بعد از زنها برای خیر می شتابند، میگویند که من در ماه رمضان نمیخواهم که بیماری شوم، این ماه رمضان فضیلتش بزرگ است، به طبیب مراجعت بکنند، طبیب زن که این دارو به او ضرر نمی کند، به آنها ضرر نمی کند، در این وقت استعمال بکنند. اما به قضای قدری الله اگر سر فرود آورند بهتر می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.